بایدها و نبایدهای زبان بدنی در برخوردهای اولیه رو داریم ما چک میکنیم، به خصوص برای افرادی که اولین بار ما رو میبینن. یک، همونطور که دارید میبینید به ظاهر خودتون برسید، آراسته باشید. آیا با این ظاهر من احساس اطمینان به خودم؟ بچه‌ها یادتون باشه که توصیه میکنم رو رفاقتانه وقتی دارید میرید سر کار سعی کنید که بهترین لباساتون رو بپوشید. چرا؟ کار من به اندازه همسرم، به اندازه بچه‌ها، به اندازه زندگی برام اهمیت داره. یعنی که اگه کار من و شغل من نباشه اونها نخواهند بود. قطعا نوع دست دادن که ما چطوری اصلا دست بدیم، کی دست بدیم و چرا دست بدیم، نوع نگاه کردن، آیا لبخند دارم یا نه، تک تک ثانیه های همونطور که دارید میبینید تک تک ثانیه های برخورد اول خودتون رو کنترل کنید. چطور میتونید کنترل کنید؟ دو تا راهکار داره. راهکار اول، یک، تک تک نگاهاتون رو تو آینه بشناسید. نگاه عصبانی، نگاه مهربان، نگاه خشمگین، نگاه لبخنددار، نگاه تاثیرگذار تست کنید با خودتون و یاد بگیرید که این زبان بدن، این نگاه کجا باید ازش استفاده بشه و جرأت استفاده کردن ازش رو داشته باشید. در ثانیه های اول قبل از اینکه بخواد ادبیات کلامی شکل بگیره و کنترل کردنش، راه دومش اینه که از خودتون ویدیو بگیرید و ویدیوها رو ببینید. حالا تو حوزه گویندگی میتونید متن خبری انتخاب کنید، جدی باشه، میتونید متن حماسی انتخاب کنید، میتونید متن درام انتخاب کنید، میتونید روایت انتخاب کنید و همه اینها رو چهره خودت رو بشناسید. قانون دوم، هر زمان که امکان داشته باشه از جهش ابرو استفاده بکنید. جهش ابرو خیلی باید کنترل شده باشه، در خصوص زبان بدن در صورت میخوام براتون صحبت کنم. به خصوص ما گویندگان خبر که اصولا تصاویرمون میدیوم شات بوده و هست، از دستمون یکم میتونیم استفاده بکنیم و از میمیک چهره و صورتمون. میمیک صورت و چهره شامل چیه؟ شامل یک، چشمه، دو، ابروه، دیگه چیه؟ لب و دهن. خیلی هنر میخواد آدم نوع استفاده کردن از اینها رو دقیقا همون ابرویی که الان جابر داره میبره بالا ازش رو استفاده بکنیم و خیلی هم میتونه تاثیرگذار باشه. تعجب کردم که همراه وهم میتونه باشه و اتفاقات دیگه. قانون سوم، همونطور که خدمت گفتم توضیحات قبلی هم دادم برات، میگه که ارتباط چشمی رو مداوم، مؤثر و تاثیرگذار ادامه بدیم. همونطور که تو کلاس‌های کنفرانس گفتم، به دنبال کلمات، واژه‌ها و مواردی که فراموش میشه تو در و دیوار و زمین و آسمون نگردید. این واژه فقط موقعی رخ میده که بتونی ارتباط چشمی مناسب رو برقرار بکنی، حتی با سکوت. اشکالی نداره. اجرا کردم واسه نگاه ادامه داشت، اما سکوت همینجوری ادامه داشت تا اینکه تو تکمیل کردی. قانون چهارم، در مرحله آغازی و حالت عادی برخورد هرگز سعی نکنید که بیش از 3 ثانیه خیره بشید. نگاه کمتر از 1 ثانیه نداریم، نگاه بیشتر از 3 ثانیه بدون ادبیات کلامی یا زبان بدن صورت هم نداریم. در هنگام استفاده از خنده و لبخند، قانون پنجم رو میخوام بهتون بگم، موقعیتش رو در نظر بگیرید. همونطور که اجتناب مطلق از خندیدن میتونه اثر منفی داشته باشه، زیاده روی کردن و بی موقع لبخند زدن و خندیدن هم میتونه اثر منفی داشته باشه. قانون ششم، دقت کنید که تا ناخواسته حریم خصوصی هیچ کس رو مورد تعرض و تجاوز قرار ندید. قانون هفتم، برای رسیدن به نتیجه دلخواهت اول دقت کنید که فواصل خودتون رو درست انتخاب میکنید، به خصوص در برخوردهای اولیه که بین خانم‌ها و آقایان رخ میدهد. آقایان برای برخوردهای اولیه حتما باید مقابل خانم‌ها قرار بگیرن، نه کنارشون، که خانم در برخورد اولیه احساس امنیت بکنه و بقیه موارد. قانون هشتم، در بعضی شرایط خاص میشه با سنجیدگی کامل قانون فضای شخصی افراد رو نقض کرد و وسایل دوستی دو جانبه
شده رو فراهم کرد. اونجا باید تشخیص با ما باشه که کی و چرا من تعرض کنم به حریم خصوصی کسی و جابجاش بکنم و چطور آیا این میتونه منو نزدیک بکنه به طرف مقابلم یا نه، یا این حریم خصوصی برای طرف مقابلش چقدر میتونه مهم باشه. پاداش شما میتونه لفظی باشه، تمجید تشویق باشه یا غیر لفظی باشه، مثل لبخند، مثل ارتباط چشمی، مثل چشمک کوچولو. در چنین حالتی توجه شما باعث میشه برخورد شما دوستانه‌تر و موفقیت‌آمیزتر به نظر برسه. قانون نهم: هرگز با آقایان بیگانه از روبرو و خانم‌های بیگانه از پهلو برخورد نکنید که الان توضیحش هم براتون دادم. قانون دهم: زمانی که کسی در حال نشسته است هرگز ایستاده باهاش ارتباط برقرار نکنید و بالعکس اگر شما نشستید کسی ایستاده است داره با شما ارتباط برقرار میکنه قطعاً بایستید. من و شما چطوری با بچه‌ها ارتباط میگیریم؟ با یه بچه 5-6 ساله یا دلا میشیم، خم میشیم یا میشینیم که قوارمون قد قوارش بشه. چرا؟ احساس ترس و وحشت بهش دست نده، ما رو بپذیره، قبولمون بکنه و اون بچه ناخودآگاه همه اینها رو میفهمه. آدمی که از بالا باهاش برخورد میکنه یا آدمی که نه خودش رو قد و قواره اون بچه میکنه از لحاظ فیزیکی. قانون 11: اگر رو صندلی بازودار و کوتاه نشستید و مجبورید بدن خودتون رو سمت عقب خم کنید، در صورت امکان از نشستن رو اون صندلی اجتناب کنید. مثل دقیقا همین صندلی که الان من روش نشستم. در طرز صحیح ایستادن، نشستن و راه رفتن بهتون گفتم فاصله از پشتی صندلی باید 1 مشت باشه، اما اینجایی که من نشستم بیش از 1 مشته. چون اگر قراره 1 مشت باشه اینجوری میشه و اگر بخواد اون مشتم نباشه اینجوری میشه. زیاد منو دوست ندارین الان شما، اما اینجوری چرا؟ قانون 12: در صورتی که میتونید صندلی رو جابجا کنید تا از قوانین فاصله بگیرید این کار رو انجام بدید. توصیه بکنم در خصوص صندلی، خیلی وقتا من تو جلسات در مورد این قصه تصمیم میگیرم، یا به فرض یا جلسات توی رستورانی برگزار میشه یا توی محیط اداری برگزار میشه یا برقرار میشه. من تصمیم میگیرم که اگر خانم ایکس یا آقای ایکس با من جلسه داشت وقتی از رستوران بلند میشیم میخوایم بریم بیرون یا وقتی اون جلسه اداری تموم شد میخوایم بریم بیرون، آیا ایشون صندلیش رو به حالت اول برمیگردونه یا نه همجوری ولش میکنه میره؟ خیلی از مدیران موفق اینجوری تصمیم میگیرن. مصاحبه هاشون رو، نوع نشستن رو، نوع رفتار رو، نوع آداب رو میسنجن و باید حتما رعایتش کنید. در حالت نشستن سعی کنید از نشستن کنار و نزدیکی خانم و آقای ناآشنا پرهیز کنید.